نگاهی به جایگاه و منزلت حضرت زهرا در روایات اهل سنت. بدیهی است که احادیث فراوانی در شناسایی شخصیت حضرت فاطمه زهرا وجود دارد، تا جایی که بزرگانی از شیعه و سنی به منظور جمع آوری آنها کتاب‌های جداگانه‌ای را سامان داده‌اند. ما پیش از ورود به مباحث مورد نظر ابتدا به ذکر چند روایت در این زمینه می‌پردازیم. این احادیث که در کهن‌ترین منابع اهل سنت مندرج است، نقش مهمی را در زمینه شناخت آن حضرت ایفا می‌نماید. فاطمه سرور بانوان. در حدیثی که از پیامبر خدا نقل شده است، حضرتش می‌فرماید: فاطمه سیدة نساء اهل الجنه. فاطمه سرور زنان بهشتیان است. و در جای دیگری نیز پیامبر با همین تعبیر فرموده است: فاطمه سرور بانوان این امت است. و در جای دیگر فرمودند: فاطمه سرور بانوان مؤمنه است. و در تعبیر دیگری گفتند: فاطمه سرور بانوان جهانیان است. بر اساس این سخنان پیامبر خدا که از منبع وحی سرچشمه میگیرد، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه سرور بانوان جهانیان از پیشینیان و پسینیان است. و سند روایات گفته شده در معتبرترین کتب اهل سنت از جمله صحیح بخاری، مسند ابی داوود طیالسی، صحیح مسلم، طبقات ابن سعد، مسند احمد ابن حنبل، حلیة الاولیاء، مستدرک علی الصحیحین، صحیح ابن ماجه قزوینی و سنن ترمذی آمده است.